میدونم که به نظرتون عجیب میاد، اما واقعیه، کیک نیست. ماجرا از اونجا شروع شد که هنوز خروس شروع به خوندن نکرده بود که ما بیدار شدیم. صدای قوقولی قوقول رو که شنیدیم دیگه راه افتادیم. هوا تاریک و سرد بود. انگار دلش میخواست انتقام تمام اون وقتایی که خورشید میتابید و ما توی رخت خواب گرم بودیم و به خورشید اهمیت نمیدیم و از ما بگیریم. رفتیم سوار اتوبوس شدیم. توی فرهنگ ما رسمی که هر وقت میخوان زودتر به یه جایی برسن باید نفر جلویی رو هل بدن تا اون زودتر برسه. جا مونده ها دیگه میرفتن ته اتوبوس که صدای هلیکوپتر میداد. راه افتادیم به سمت باد رود شهری اتوبوس در پیچ و خم جاده میچرخید و پیچ و خم روده هم در ما میچرخید. تیکه آخر جاده قشنگیاشو به ما نشون میداد. آدم اینجا یاد آن شیرلی میافتاد. به نظرم خیلی قشنگ کلمه درستی براش به نظر نمیاد. زیبا هم همینطور. به اندازه کافی معنا رو نمیرسونم. این شگفت رسیدیم. هر کدوم یک تیکه از بساط آش و حلوا رو در دست گرفتیم و هن هن کنند به طرف آشپزخونه عمومی بزرگی که در سمت راست امامزاده قرار داشت راه افتادیم. آشپزخونه مخصوص کاروان ها بود با دیگ ها و تکشوله ها. بعد از اون راه افتادیم به سمت حرم. همه چیز به یک معجزه اشاره میکرد. آبی که روی زمین بود مثل یک فلش بزرگ درب ورودی حرم رو نشون میداد. ولی ما بی توجه به این نشانه عظیم داشتیم در دیوار رو نگاه میکردیم. ورودی ساختمون های دیگه و مغازه ها، دیوارهای دیگه، گرمابه رو رصد میکردیم و بی توجه بودیم به اتفاق عظیمی که قرار بود به زودی در این حرم مطهر رخ بده. گنجشک‌ها داشتن جیک جیک کنان بر زمین می نشستن و وقتی ناگهان دست جمعی به شروع به پرواز می کردن خبر از معجزه غریب الوقوع می دادن. چند جوان سوار گاری بودن، به سمت مقصدی نامعلوم با سرعت می رفتن. ماشین ها در رفت و آمد بودن با سرعت خیلی زیاد. خب البته خوبه که سرعتشون رو با پراید مقایسه کنیم، همون قدر سریع و کارم. من گنجشک‌ها رو نگاه می کردم. گویی به نظرم رسید که هنگام پرواز برای یه لحظاتی در آسمون میخکوب می شدن. مطمئن هستم که شما هم اگه فیلم رو با دقت تماشا کنید متوجه عرایض بنده میشین. داشتم از اون لحظه فیلم میگرفتم که دوباره پرواز رو از سر گرفتن. کنجکاو شدم، با خودم گفتم آیا این خطای دید من بود؟ دوباره به سمت محل تجمع گنجشک‌ها رفتم و لحظاتی اونا رو برانداز کردم. گنجشک‌ها روی زمین دنبال غذا میگشتن و وقتی یه گنجشک بزرگتر به اونا نزدیکتر میشد انگار با سلطان جنگل روبرو شدن، پرواز میکردن و میرفتن. همه چی جذاب و شیرین بود و اینا همش برای ما نشانه هایی بود. اگه بخوام از فضای محوطه امامزاده بهتون بگم باید بگم که یه درب ورودی در سمت راست امامزاده بود که روبروی اون در سرویس بهداشتی و آشپزخونه قرار داشت. من همگام با بقیه زائرا وارد حرم شدم. دور تا دور حرم اتاقکایی بود که به زائرین اجاره میدادن. در سمت راست من سقاخونه قرار داشت و در سمت چپ بارگاه امامزادگان آقا علی عباس و سید محمد از برادران امام رضا و در انتهای صحن هم درب ورودی اصلی دیده میشد. قیمت اتاقک‌ها رو که پرسیدم سرم سود کشید. برای بخاری دار شبی 430 و برای بدون بخاری ها شبی 230 تومن. ماشالله. در این لحظه سر و صداهایی رو از طرف آشپزخونه عمومی شنیدم و تصمیم گرفتم که یه سری به آشپزخونه بزنم. هرچی باشه سخن شکم از همه چی کارآمدتره. آشپزخونه در اختیار کاروانیان قرار میگیره با دیگ‌ها و تکشوله‌های بزرگ.
حالا خیلی به نظافت گیر ندید، هتل 5 ستاره که نیست، هیئتی و همگانیه. فقط نمیدونم این دیگای بزرگ بعد از آشپزی شسته میشن یا با آبگوشت و آش بعدی تمیز میشن. خانم‌های فعال در حال آشپزی و عکسگیری بودن و وقتی دیگ رو هم میزدن حاله سبز و نورانی رنگی دورشون بود و از دیگ آش هم بخار سبزی بلند میشد. انگار جمعیت زیادی اونجا جمع شده بودن. انگار یه فوجی از فرشته ها بودن که داشتن آش رو هم میزدن. اونقدر همه چیز به نظرم عجیب و باور نکردنی بود که ترجیح دادم از اونجا خارج بشم. نگاه کنید بدی نگاه کنید. من مات و مبهوت تمام اتفاقایی که دیده بودم به طرف حرم رفتم. قبل از رسیدن به ذریح اتاقکی بود که در اون ساعت به ما اجازه دادن اونجا سفره پهن کنیم و استراحت کنیم. من زیارت مختصری کردم و اومدم بین بقیه خانوما نشستم. خانوما اونقدر حرف میزدن که من سرگیجه گرفتم، اما همچنان به حرفاشون گوش سپرده بودم که یهو دیدم یه پسر بچه ویلچری از طرف ذریح بیرون اومد به طرف ما. قشنگ یادمه من داشتم نگاش میکردم و براش دعا میکردم که یهو یه نور سبزی توی فضا رو روشن کرد و زمین لرزید. پسرک مثل گنجیش که کوچولو میلرزید و ناگهان دیدم که مردی سفید پوش با صورت نورانی بهش نزدیک شد و با صدای بلندی بهش گفت از جا بلند شو. پسرک از رو ویلچر بلند شد و ایستاد. صورتش رو نمیدیدم اما میفهمیدم که داره میلرزه. بلافاصله مردم به طرف اون دویدن و در یک لحظه بهش رسیدن و من همه صحنه ها رو داشتم با تعجب نگاه میکردم. پسرک لباس سرمه‌ای یهو لباس سبز زیبایی پوشید و صورتش خیلی نورانی بود. هنوز خانوما که داشتن همه میکردن، اما مادرم منو صدا کرد و چشم باز کردم. دیدم که همش رو داشتم خواب میدیدم. خانوم ها مشغول صحبت راجع به پسر بچه معلولی بودن که مدتها قبل اینجا شفا گرفته بود و ماجرای شفا گرفتنش رو با آب و تاب تعریف میکنن. میدونم شما هم دوست داشتید که من اون لحظه شفا گرفتن تو حرم باشم و بتونم فیلم واقعی براتون بگیرم، اما متاسفانه نشد. دیر رسیدم. وقتی من رسیدم مدت‌های زیادی از ماجرا گذشته بود، اما دیدم بازم خالی از لطف نیست شما هم از این جریان با خبر باشید. دو امامزاده عالی مقام حضرت آقا علی عباس و همجوارش امامزاده محمد جهت ملاقات حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به اتفاق حضرت شاه چراغ به ایران آمدند و به اتفاق جمعی از سادات و موالیان به حوالی کاشان وارد شدند. 17 روز عبدالجبار طبرسی از آنها پذیرایی کرد و اظهار داشت که رفتن به طوس به صلاح شما نیست، چون خلیفه عباسی مأمون در گفتارش اعتباری نیست. آنها به یزدران رفتند و بعد به قریه بادفشان، حکمران این نواحی پذیرای آنان شد. 7 ربیع الاول خبر شهادت حضرت علی ابن موسی رضا به ایشان رسید و مردمان آن نواحی خدمت امامزادگان رسیده عرض تسلیت نمودند. پس از 40 روز تصمیم به برگشت به سوی وطن خود را گرفتند که منافقین به گوش مأمون رسانیدند که برادران حضرت رضا علیه السلام می‌خواهند انتقام خون برادرشان را بگیرند. مأمون دستور داد لشکری برای کشتن سادات علوی گسیل دارند. روز 14 جمادی الاول بود که امامزادگان از قریه بادفشان در حال کوچ بودند که لشکر مأمون رسیدند. راه را بر آنان گرفته و محاصره کردند و چندین شبانه روز آن بزرگواران در محاصره بودند. آب و غذا نداشتند. سرانجام کار به جنگ کشید و عده‌ای شهید شدند. لغو است که آن دو امامزاده عالی مقام در نیمه شب فرار کردند، بلکه بتوانند خود را از شر لشکر مأمون نجات دهند و به وطن خود بازگردند. چون مقدار راه را پیمودند، راه را گم کردند.
چون صبح دمید و عالم روشن شد، جنازه این دو برادر که دست در گردن هم جان به جان آفرین تسلیم نموده بودند پیدا شد.